یکی از پربیننده‌ترین و پرماجراترین سریال‌های چند سال اخیر خاتمه یافت. اما انتظار می‌رود این پایان آغاز برای تهیه چندین سریال دیگر با همین نام و با همین اسلوب باشد. صحبت از سکوید گیم است، فیلمی که در کره جنوبی ساخته شد و در جهان غلغله افکند. سلام، نام من عبدالعزیز است و این دومین صحبت‌های ما در مورد فیلم و سینما می باشد. صحبت اول از فیلم ایرانی پایتخت و نقش هنرمندان تاجیک در آن بود. لطفاً به فانوس ابونه شوید و این نوا را به دوستانتان توصیه بدهید. ما آغاز میکنیم. فصل سیوم و آخرین سکوید گیم ماهی ایون واریدی بازار شد. این فصل همگی 6 قسمت داشت. به نظر من سناریوی آن از فصل یکم و دوم دیده ضعیفتر بود، اما به این معنی نیست که آن جالب نبود. هرچند پایان آن شاید برای بسیاری ها پسند نآید، زیرا به قول هپی اند نداشت. اکثر دوست می‌دارند در پایان فیلم قهرمان زنده بماند، دشمن را به قول تیت و پیت کند، بدها به سزای اعمالشان برسند و خوبها شاد و مسرور زندگی خود را ادامه بدهند. ظاهراً در این سمت انتظاری ها برآورده نشد. با این وجود فصل آخر سریال مثل دو فصل اول همچنان گردش های زیادی دارد که بیننده انتظارش نیست. سکوید گیم یک سریال است در ژانر ترسناک، بقا، ماجراجویی، هیجان انگیز و دراما که نویسنده و کارگردان تمام فصلهایش هوانگ دونگ هیوک می باشد. برای روشن شدن خط تمام داستانهای سریال خیلی کوتاه آن را قصه می کنیم. 456 آدم گرفتار و قرضدار وارد بازی کودکانه می شوند تا جایزه بزرگی 45 میلیارد و 600 میلیون وونی را برنده شوند. اما تنها بعد وارد بازی ها شدن می فهمند که گرچه بازی ها کودکانند، اما شرط برنده شدن کودکانه نیست. باخت در این بازی های کودکانه برابر با مرگ است. همینجا باید اشاره کنیم که اکثر بازی هایی که در این سریال انجام می شوند برای بیننده های تاجیک هم خیلی آشنا هستند. خلاصه فصل اول این است که بازیکن شماره 456 در همه بازی ها دست بالا و غالب سکوید گیم می شود. منطقاً یک نفری که از گرداب چنین بلای جان به سلامت برد و گذشته از این پول کلان هم به دست آورد چی کار می کند؟ پول را سر کتف می بردارد و می رود به جایی که باقی مانده عمرش را خوش بگذراند. اما نه بازیکن شماره 456. آن چیزی که او در آن جزیره کس نادید دید شخصیتش را عوض کرد. روح و وجدانش آرام نگرفت و برای پیدا کردن سازمان دهندگان بازی دست به کار شد. اینش دیگر قصه فصل دوم سریال است که ما آرام آرام به نقل آن شروع کردیم. بازیکن شماره 456 با پولی که به دست آورد تلاش میکند جای برگزاری و برگزار کننده ها را پیدا کند و این بازی آدم کش را از بیخ و بون نابود سازد، اما نمیتواند. او را دوباره وارد بازی میکنند و اکنون به عنوان یک نفری آگاه تلاش میکند دیگر بازیکن ها را نجات بدهد. تلاش میکند آنها را متقاعد سازد که از ادامه بازی ها دست بکشند، چون پایان آن مرگ است. اما دستش کوتاهی میکند. تلاش ها برای رأی دادن برای ادامه ندادن بازی ها بی نتیجه است و او با یاری چند همپیمانش تلاش میکنند برگزار کننده ها را نابود کند، اما این شورش ناکام می شود. همینجا میفهمیم که بازیکن شماره 201 که خود را دوست بازیکن شماره 456 نشان میدهد یک بازیکن تقلبی است. او از راویان یا پیشبرندگان این بازی ها بوده است. عین چنین یک حالت در فصل اول هم اتفاق می افتد که بازیکن شماره 201 یک بازیکن تقلبی است. خلاصه پیشبرنده بازی دوباره به جای خود برمیگردد و شورش به قول بیرحمانه پخش می شود، مثل شورش واسع. اینجا فصل 2 سکوید گیم به انجام می رسد. فصل 3 از آنجا آغاز می شود که شورش ناکام شده است و شماره 456 در حالت بدی روانی قرار دارد. برای ناکام شدن شورش
خودش و بازیکن شماره 388 را مقصر می‌داند که برای آوردن تیر رفت و از ترس برنگشت و برای همین در بازی چهارم که بر روزشوکان دوران کودکی ما شباهت دارد، او تنها دنبال شماره 388 می‌گردد. شرط بازی این است که یک گروه پنهان می‌شوند و گروه دیگر باید تا انجام وقت آنها را پیدا کرده بکشند. 456 بالاخره 388 را میکشد و اینجا بعضی منقدان سینما میگویند این نکته بیانگر شکست روح قهرمان اساسی است، زیرا نفری که همیشه برای حفظ جان بازیکنان تلاش میکرد خودش اکنون به قاتل تبدیل شد. فصل سیوم را برای نمایش صحنه‌های پر از خشونت هم انتقاد میکنند، مخصوصا برای همین بازی چهارم. اما محض در این بازی است که بازیکن شماره 222 تولد میکند و وقتی در بازی بعدی موفق نمی شود، نوزاد را به جای مادرش واریدی بازی میکنند. بازی پنجم هم جالب است. بازیکن ها باید از روی پل باریک و دراز بگذرند و همزمان باید از روی طناب بجهند. قسمت پایانی فصل آخر رمزهای را نهان میکند. قهرمان اصلی پیشنهاد پیشبرنده را در مورد کشتن همه بازیکن‌های باقی مانده نمیپذیرد و وارد بازی آخر می شود. روی 3 ستون که به شکل 4 کنجه، 3 کنجه و دایره رمز سکوید گیم بنیاد شده است، رقابت آخر سر می شود. وقتی در پایان کار تنها 2 نفر باقی می مانند و معلوم می شود که تگمه سرخ پخش نشده است، قهرمان اساسی بازیکن شماره 456 برای حفظ جان کودک خودش را به کشتن می دهد. در نهایت کار تنها نوزاد برنده این بازی می شود. اما نیم ساعت آخر این سریال چیزهایی را به ما نشان می دهد که اصلا گویا فیلم دیگر می بینیم، نه سکوید گیم. اگر یک پارچه آخر را به نظر نگیریم، آنجا را که پیشبرنده بازی ها را در امریکا می بینیم و هنگام رد شدن از یک کوچه چشمش به 2 نفر می افتد که روند جلب آدمان به سکوید گیم را انجام می دهند. چیز جالب این هست که در نقش جلب کننده یا جذب کننده هنرمند شناخته هالیوود کیت بلانشت بازی می کند. منطقاً این اشاره به سریال نو با نام رمزی سکوید گیم USA هست که گفته می شود کارگردان شناخته دیوید فینچر آن را بسازد. فیلمشناسان میگویند قرار است سکوید گیم های زیاد در سراسر جهان ساخته شوند. طور در آغاز اشاره کردیم فصل 3 از 2 فصل اول ضعیفتر بود. اصلا این حالت را در چند سریال معروف مشاهده کردیم که فصل های بعدی از فصل اول ضعیفترند. مثلا همون سریال مشهور زندانگریزی هالیوود یا خنجر روسی. اما شما فصل 3 سکوید گیم را تماشا کرده اید؟ اگر ها، نظرتان چی است؟ آیا واقعا از فصلهای اول ضعیفتر بود؟ در شرح این نوار اندیشه خود را نویسید. لطفاً به فانوس آبونه شدن را فراموش نکنید و اگر آبونه هستید آن را به دوستان خوبتان توصیه بدهید. در تلگرام نیز ما را دنبال کنید. پیوندی آن را در توضیحات این نوار گذاشته ایم. و لطفاً بنویسید که برنامه در مورد فیلم و سریال های معروف برایتان پسند هست. تا دیدار دیگر، خیر.